أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهادی، یعنی کتاب در مسئله جهاد. پس ما و شما از کتاب جهاد آیت هایی که درباره جهاد است گرفتیم و چند درس است درباره حدیث هایی که در موضوع جهاد هست براتون تقدیم گردانده استادم. و درس امروزه امان از کتاب جهاد حدیثی 1311 کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1311 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یغفر للشهید کل ذنب الا الدین، یعنی بخشیده می شود برای شهید تمام گناهان، همه گناه شهید بخشیده می شود بجز قرض. یعنی مسئله قرض چنان مسئله بزرگ، چنان مسئله خطرناک است که حتی از شهید با وجودی اینقدر جان فدایی و اینقدر فضیلت و اینقدر پر ثواب بودنی این عملش، یعنی شهادتش، حتی قرضش بخشیده نمی شود. مسئله قرض بسیار مسئله بزرگ است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما و شما را تشویق میکناند، ما و شما را آگاه میکناند که از قرض برحذر باشیم. اگر قرضدار باشیم زود برای پرداخت کردن آن، زود برای ادا کردن آن کوشش و سعیمان را انجام بدهیم. چرا؟ زیرا اینکه مسئله قرض بسیار یک مسئله خطرناک است که بخشیده نمی شود. چرا بخشیده نمی شود؟ زیرا اینکه حق دیگران است، حق مخلوق است، حق مخلوق است، از این حساب بخشیده نمی شود. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. و فی روایت له، در یک روایت دیگر در امام مسلم آمدگی است که القتل فی سبیل الله یکفر کل شیء الا الدین، میگه کشته شدن، یعنی که در راه الله کشته شدن، در راه الله جان فدا کردن، یکفر کل شیء، یعنی سبب بخشش تمام گناهان می شود الا الدین، مگر اینکه دین، مگر اینکه قرض. قرض بخشیده نمی شود. غیر از قرض دیگر تمام گناهان بخشیده می شود. کسی که کشته شد در راه الله، جانش را فدا کرد در راه الله. پس این دو روایت ما و شما را برحذر می دارد از قرض کردن، یا اگر قرضدار باشیم برای زود ادا کردن قرض. این بود حدیث 1311 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1312 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1312 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی قتاده رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قام فیهم فذکر. از ابو قتاده روایت است رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگد قام فیهم فذکر، ایستاد روز در بین اصحابش، فذکر پس بیان کرد. در بین اصحاب رسول الله راست ایستادن، پس برای مردم بیان کردن، برای اصحابش بیان کردن. گفتن که ان الجهاد فی سبیل الله والایمان بالله افضل الاعمال.
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن جهاد کردن در راه الله و ایمان آوردن به الله افضل ترین و پرفضیلت ترین عمل ها می باشند. این دو عمل، یعنی جهاد در راه الله، ایمان آوردن به الله، پرفضیلت ترین عمل ها می باشند. فقام رجل، پس میگه خیست مرده، فقال، پس اون مرد گفت که یا رسول الله، گفت ای رسول الله، ارأیت این قتلت فی سبیل الله اتکفر عنی خطایای. گفت که ای رسول الله، ارأیت، گفت یعنی چی فکر داری، چی اندیشه داری، این قتلت فی سبیل الله، اگر که کشته شوم در راه الله. رسول الله را پرسان شد که چی نظر داری، چی اندیشه داری، اگر کشته شوم در راه الله اتکفر عنی خطایای، آیا بخشیده می شود از من گناهانم، آیا گناهان من بخشیده می شود وقتی من در راه الله کشته شوم؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه گفت این مرد سوال کننده را رسول الله صلی الله علیه و سلم که نعم، گفت بله، یعنی گناهان تو بخشیده می شود. این قتلت فی سبیل الله و انت صابرون، یعنی اگر که تو در راه الله کشته شوی و تو صبر بکنی، تو تحمل بکنی، یعنی در حالت جهاد، در حالت جنگیدن با کافر صبر کنی و تحمل کنی، کشته شوی، بله تو را گناهانت بخشیده می شود. محتسبون، با امید ثواب این کار را بکنی، یعنی که وقتی صبر میکنی در مقابل دشمن، در مقابل کافر، مقصد تو به دست آوردن ثواب باشد، نه نشان دادن شجاعت و نه تعریف مردم، بلکه فقط به خاطر ثواب و رازقی الله را به دست آوردن باشد. مقبلون غیر مدبرین باشی، مقبل باشی یعنی رو به دشمن بیاری، روبروی دشمن باشی، یعنی در حالت جنگ هجوم به طرف دشمن بکنی. غیر مدبرین و فرار کننده و گریزنده نباشی، در حالت با کافر که می جنگی نگریزی. اگر همین صفات را داشتی، بله گناهان تو بخشیده می شود. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد اندک بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که کیف قلت، چی طور گفتی، یعنی سوالت چی بود، یعنی چی سوالت با چی لفظ بود؟ قال، میگه اون مرد سوال کننده با سوالش را تکرار کرد که ارأیت این قتلت فی سبیل الله اتکفر عنی خطایای، یعنی چی اندیشه و نظر داری اگر کشته شوم در راه الله آیا بخشیده می شود برای من خطاهایم، یعنی خطاهای من بخشیده می شود؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از شنیدن دوباره سوال کننده گفت که نعم و انت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین. گفت بله بخشیده می شود تمام گناهان تو در حالی که تو صبر کننده باشی در حالت جنگیدن با کافران، محتسبون و به امید ثواب این کار رو انجام بدهی، مقبلون روبروی دشمن شوی، نگریزی، غیر مدبیر باشی یعنی که نگریزی، فرار نکنی. گفت بله گناهانت بخشیده می شود الا الدین، مگر اینکه دین، قرض، یعنی قرض بخشیده نمی شود. غیر قرض تمام باقی مانده گناهان بخشیده می شود. فإن جبریل علیه السلام قال لی ذالک، پس اکنون پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کردن علت دویم بار پرسیدن سوال و علاوه کردن بخشیده نشدن قرض را. گفتن که هر آینه جبریل علیه السلام قال لی ذالک، برای من گفت این سخن را گفت، یعنی که جبرائیل علیه السلام گفت که بله تمام گناهان بخشیده می شود بجز قرض، اما قرض بخشیده نمی شود. مسئله قرض مسئله خطرناک و مسئله بزرگ و مسئله بسیار کلان می باشد.
رواه مسلم. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیثی 1312 کتاب ریاض الصالحین که این حدیث هم دلالت میکند برای خطرناک بودن قرض، که حتی از مجاهد، حتی از شهیدی در راه الله قرض بخشیده یا آمرزیده یا عفو گردانده نمی شود. بعد از این حدیث 1313 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1313 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت قال رجل، میگه گفت مرد. حضرت جابر رضی الله عنه میگوید مرد گفت که این انا یا رسول الله این قتلتو، گفت عاقبت من کجاست، من در کجا هستم ای رسول الله اگر کشته شوم در راه الله؟ یعنی در حالت جهاد وقتی که من شهید شوم در راه الله، جانم را فدا کردم، عاقبت کار من به کجاست؟ آخرین جای من کجاست در روز قیامت؟ قال فی الجنتی، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اون مرد گفت که در جنت هستی، یعنی در راه الله اگر کشته شوی در جنت هستی. پس میگه فالقا تمرات کن فی یده، پس میگه پرتاف چند دانه خرمایی که در دستش بود، خرمایی که در دستش بود برای تناول کردن و خوردن، میگه اون خرمه ها رو پرتافت و ثم قاتل حتی قتل، پس چنان جنگید تا اینکه کشته شد. یعنی جنگ شروع کرد، خرمه ها را به خاطر چی پرتافت؟ به خاطر دیگر زنده نماندن، یعنی جنگیدن تا اندازه ایره که باید غالبیت به دست آورده شود، که غالبیت بالای کافران یا کشته شود. این دو راه، غیر از این دو راه دیگر چیزی مقصد دیگر نداشت. از این حساب میگه خرمه ها را پرتافت و ثم قاتل حتی قتل، بعد از این چنان جنگید که تا اینکه این مرد کشته شد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این مرد چنان جنگید تا اینکه در راه الله جان به حق تسلیم کرد و کشته شد. این بود حدیث 1313 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1314 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1314 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت انطلق رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابه، میگوید که راه سپار شدند و رفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش حتی سبق المشرکین الی بدر، تا اینکه پیش از مشرکان به بدر رسیدند، به مکانی که نامش بدر است. به آنجا میگه پیش از مشرکان، پیش از مشرکین رسول الله صلی الله علیه و سلم با اصحابش رسیدند. و جاء المشرکون، بعد از آن رسیدند مشرک ها، یعنی بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرک ها آمدند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابش را گفت، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان را گفت که لا یقدمن احد منکم الی شیء حتی اکون انا دونه، گفت اقدام نکنند، پیش نرود کسی از شما به چیزی، یا اقدام به انجام دادن کار نکند از شما به چیزی حتی اکون انا دونه، تا اینکه من باشم اولین فرمان دهنده یا اجرا کننده آن کار. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن بدون اجازت من شما کار نکنید. یعنی در بدر رسیدند و گفتند بدون فرمان من شما از پیش خودتان به کار اقدام نورزید، به کار چنگ نزنید،
مگر اینکه من شما را به آن کار، به انجام دادن آن کار فرمانتان بدهم. فدن المشرکون، پس میگه نزدیک شدن مشرکای ملعون، پس نزدیک شدن. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که قوموا الی جنت، گفتن شتاب کنید، بخیزید به سوی جنت. یعنی حالا جنگ با مشرکین، هر کسی که کشته می شود، شهید می شود در این جنگ، عاقبتش جنت است. پس گفت شتاب کنید به سوی جنت. عرضها السماوات والارض، یعنی پهنایی جنت به مثل پهنایی بین آسمان و زمین است. آسمان و زمین چقدر پهنایی دارد، پس جنت را پهناییش، مسافهش انا همین قدر بزرگ و کلان می باشد. قال یقول عمیر بن الحمام الانصاری رضی الله عنه، میگه حضرت انس رضی الله عنه میگوید که میگفت عمیر ابن حمام انصاری رضی الله عنه که یا رسول الله جنت عرضها السماوات والارض، میگفت که ای رسول الله جنت را پهناییش به مثل بین آسمان و زمین است، یعنی جنت تا همین اندازه بزرگ است، همین قدر کلان است. قال نعم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم براش گفتن که بله، انا همین قدر بزرگ می باشد. قال بخین بخین، پس میگه عمیر ابن حمام انصاری گفتن به به، یا چطوری که ما شما یگان چیز در تعجب کرده میگیم په په یا به به، پس بخین بخین همین است. یعنی که عمیر ابن حمام انصاری وقتی جنت را، پهناییش را، بزرگیش را که شنید، گفت به به، یعنی چی مکان بزرگ، چی مکان دلفارم، چی مکان دلکش و چی مکان خواهنده هر شخص. بخین بخین. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر ابن حمام را گفتند که ما یحملک علی قولک بخین بخین، یعنی چی چیزی واداشت تو را علی قولک بخین بخین، به گفتن کلمه به به. یعنی وقتی که شنیدی جنت را اینقدر پهنایی دارد، چی چیز تو را وادار کرد، چی چیز تو را مجبور کرد که تو بگویی که به به؟ چرا این سخن را گفتی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم از عمر ابن حمام سوال کردند. قال، عمر ابن حمام گفتند که لا والله یا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها، گفتن هیچ چیزی رسول الله، این یگان چیز نبود، یگان مقصد معین نبود، مگر این که رجاء ان اكون من اهلها، مگر این که گفت آرزو کردم که من از اهل جنت باشم. فقط گفت به خاطر آرزو، به خاطر تمنا، به خاطر دلم کشید، دلم خواست که از اهل انا همین جنتی پرناز و نعمت و از انا همین جنتی که پهناییش بین آسمان و زمین است، از اهل همین جنت باشم. گفت فقط همین چیز را خواستم. قال، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر ابن حمام را چی بشارت دادن؟ گفتن فإنک من اهلها، پس گفتن هر آینه تو ای عمر ابن حمام از اهل انا همون جنت هستی. چی قدر با لذت، چی قدر خوب و گواراست که انسان در زندگیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم که صادق و مصدوق است، از این بشنوی که تو اهل جنت هستی، بشارت داده شوی به جنت، به جنت بشارت داده شوی. چی قدر بزرگ است. الله سبحانه و تعالی جنت پرناز و نعمت رو برای یکایک ما و شما نصیب بگرداند. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمر ابن حمام را گفتن که فإنک من اهلها، گفتن ای عمر تو از اهل جنت هستی. فاخرج تمرات من قرنه، فاخرج تمرات من قرنه، پس میگه برآورد عمر آن خرمه هایی که در تیردانش بود، یعنی در سونکش، در تیردانش
چند دانه خرمای برای تناول کردن بود. میگه پس اون خرماهاش برآورد. فجعل یأکل منهن، پس شروع کرد خوردن آن خرماها را، زود زود خرماخوری را شروع کرد. ثم قال، بعد از آن گفت لئن انا حییت حتی آکل تمراتی هذه انها لحیات طویلة. گفت که اگر که من زنده باشم تا اینکه بخورم این خرماها را، انها لحیات طویلة، گفت هر آینه این حیات طولانی است. یعنی حتی ببین، حتی خرماها در دستش بگو من اگر این خرماها را بخورم وقت من زیاد میگیرد. خلاصه معناش همین است که یعنی وقت من زیاد میگیرد این خرماها. از این حساب میگه فرما بما کان معه من التمر، پس خرماهای دست بدگیش پرتاف، گفت وقت من زیاد نگیرد. یعنی شروع کرد بچی. ثم قاتلهم حتی قتل، بعد جنگید با مشرکین تا اینکه کشته شد در راه دین، در راه اسلام، تا اینکه به شهادت رسید این بزرگوار عمیر ابن حمام انصاری. یعنی حتی ببین چنان شتاب میکردن به سوی جنت که گفت این چند خرما خوردن وقت زیاد را میگیرد، وقتم را میگیرد. گفته خرما ها را پرتافتند و به جنگ شروع کردند و به جنگیدن و به کشتن کافرها. الله اکبر. اینطور مردان بودند که دین را برای ما و شما رسانیدند. این بزرگواران بودند که امروز از شجاعت و از غیرت و از کامل الایمان بودن این بزرگواران ما و شما بهره‌مند از نور ایمان شدیم که اسلام به ما و شما رسید. الحمدلله. الله سبحانه و تعالی این بزرگواران را رحمت و مغفرت بگرداند و الله سبحانه و تعالی ما و شما را پیروان واقعی این بزرگواران بگرداند. آمین یا رب العالمین. ثم قاتلهم حتی قتل، پس عمیر ابن حمام چنان جنگید با مشرکین و کفار که کشته شد در این جنگ. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1314 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1315 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1315 میگوید و عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت جاء ناس الى النبی صلی الله علیه و سلم، میگه آمد مردم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر طلب کردند که انیم بث معنا رجالا یعلمون القرآن و سنت، از پیغمبر خواهش کردند که بفرست همراه ما مردان را که آموزش دهند برای ما قرآن و سنت را. یعنی یک گروه مردم نزد پیغمبر آمدن که چند قاری ها و آموزنده های قرآن و سنت را برای ما بفرست تا اینکه ما را بیاموزاند یا برای ما آموزش تعلیم بدهد قرآن و سنت را. فبعث الیهم 70 رجلا من الانصار یقال لهم القراء، پس فرستاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزد این مردم آمده 70 مرد انصاری را که اونها را قراء میگفتن، یعنی قاریان. 70 مرد قاری را، 70 قاری ها را رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد آن قوم فرستاد. فیهم خالی حرامون، میگه در بین این 70 نفر حضرت انس رضی الله عنه میگه که تقای من که نامش حرام است، حرام رضی الله عنه میگه این شخص بود. یقرؤون القرآن، یعنی این قاری ها چکار میکردن؟ قرآن میخوندن. اینها بسیار خواننده قرآن بودن. و یتدارسونه باللیل یتعلمون، و با همدیگر یتدارسونه، یعنی که تکرار میکردن قرآن را، باللیل شبانگاه، یتعلمون می آموختن قرآن را، یعنی که
با همدیگر تکرار قرآن میکردن، با یکدیگر قرآن آموزشی میکرد، بگم آموزش قرآن قطعی مشغول میشدن. و کانوا بالنهار یجیئون بالماء، و بودن میگه این قاری ها در روز می آوردن آب را. یجیئون یعنی که با آوردن آب مشغول میشدن. فیضعون فی المسجد، فیضعونه فی المسجد، پس آب را آورده در مسجد میماندن. و یحتطبون فیبیعونه، پس میرفتن هیزم جمع میکردن. و یحتطبون یعنی رفته در روز هیزم جمع میکردن. فیبیعونه، پس هیزم جمع کردگیشون آورده در بازار میفروختن. و یشترون به الطعام لاهل صفتی، و طعام میخریدن برای اهل صفه، برای اهل صفه طعام میخریدن. وللفقراء، و همچنین برای کمبغلان طعام میخریدن، یگان خوراکه میخریدن. فبعثهم النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه همین 70 قاری که با همین خدمت و با این کارها که مشغول بودن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها را فرستادن به نزد اون مردهایی که آمده بودن طلب کردن که قاری های برای آموزاندن قرآن و سنت براشان فرستاده شود. فعرضوا لهم فقتلوهم قبل ان یبلغوا المکانه. فعرضوا لهم یعنی که پس حمله کردن به آنها، یعنی که به همین قاری ها حمله کردن. کی حمله کردن؟ کافران بنی عامر. بنی عامر بالای این 70 قاری حمله کردن، حمله با سلاح. فقتلوهم، پس این 70 قاری را به قتل رساندن، 70 قاری را کشتن، به شهادت رساندن. قبل ان یبلغ المکان، پیش از اونه که به اون جای مقصد داشتن به اونجا برسن، پیش از اونه که به مقصدشون برسن، میگه این 70 قاری را اون کافران بنی عامر به قتل رساندن. فقالو، پس این 70 قاری در حال مرگ، وقتی که بالاشون حمله واقع که شد، وقتی که نیزه بالاشون می آمد، در حالت مرگ بودن. این 70 قاری دست به آسمان بلند کردند و دعا کردند که اللهم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فرضینا عنک و رضیت عنا. این 70 قاری گفتند که ای بار الها، برسان از جانب ما به پیغمبرت هر آینه ما اینا قد لقیناک، هر آینه ما واقعا به دیدار تو آمدیم، فرضینا عنک، پس ما ای الله از تو راضی شدیم، و رضیت عنا، و تو از ما راضی شدی ای الله، این را برای پیغمبرت برسان ای الله. گفته این 70 قاری میگه دعا کردن در حالت مرگ، در حالتی که بالاشان حمله واقع شد، این دعا را کردن. و اتا رجل حراما خال انس من خلفه، پس میگه آمد مرد کافر نزد حرام، یعنی که امکی انس ابن مالک، نزد حضرت امکی حضرت انس آمدند و من خلفی یعنی از پشتش آمدن، از پشتی حرام یعنی که تقای انس رضی الله عنه آمدن. فطعنه برمح حتی انفذه، و زد میگه طعنش که یعنی زد میگه به نیزه حرام را، یعنی که تقای انس رضی الله عنه را، حتی انفذه، تا اینکه به هلاکت رساندش، یعنی که تا اینکه به قتل رساندش. فقال حرامون، پس حرام رضی الله عنه تقای انس رضی الله عنه، تقای انس رضی الله عنه گفت که فزت و رب الکعبه، گفت رستگار و پیروز شدم قسم به صاحب کعبه، قسم به ذات پاک، گفت که واقعا رستگار شدم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که ان اخوانکم قد قتلوا و انهم قالوا، گفت هر آینه برادران شما واقعا کشته شدن
و هر آینه برادرانتان گفتند، در حالت مرگ گفتند که اللهم بلغ عنا نبینا ان قد لقیناک فرضینا عنک و رضیت عنا. یعنی که 70 قاری در حالت مرگ گفتند که اللهم بلغ عنا نبینا، یعنی ای بار الها برسان از جانب ما به پیغمبرت، انا قد لقیناک فرضینا عنک، پس واقعا ما به دیدار تو آمدیم، یعنی که ما جان به حق تسلیم کردیم، فرضینا عنک، پس ما از تو راضی شدیم و رضیت عنا، و تو هم ای الله از ما راضی شدی. پس این رو گو برای پیغمبرت ای الله جل جلاله برسان، یعنی از مرگ ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم آگاه شود. پس ببینید که الله جل جلاله واقعا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن اون قاری ها را رسانید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اصحابش، برای دوستانش بیان کردند که این کار واقعا واقع شد. متفق علیه، این حدیث متفق علیه است و هذا لفظ مسلم، این لفظ امام مسلم رحمه الله می باشد. پس این بود حدیث 1315 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1316 کتاب ریاض الصالحین، حدیث 1316 کتاب ریاض الصالحین را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.